инак соли панҷум аст ки дар шаҳри душанбе мусобиқаи футзал миёни донишҷӯён баргузор мегардад ва бояд бигӯем ки ин мусобиқа ҳанӯз 4 апрели имсол оғоз шуда буд ва имрӯз 24 май бозиҳои финалӣ ва нимфиналӣ баргузор мешаванд ва барномаи футболи тоҷик мекӯшем ки раванди баргузории бозиҳо барои ҷои сеюм ва якумро барои шумо пешниҳод кунем. تا کجا توانستید که آن مقصدهایی که داشتید در اینجا پیاده کنید و توانستید که همون نقشه ها انجام شود؟ این مسابقه در دو منطقه برگزار گردید، منطقه ولایت سوخت و شهر دوشنبه. فکر میکنم اون هدف و مقصدهایی که ما داشتیم با هدف و مقصدهایمان رسیدیم. چند دسته اشتراک کرد؟ در شهر دوشنبه 10 دسته بود، در شهر خوجند 7 دسته اشتراک کردند. خوب ببینید که آیا تصمیم ندارید که مثلا دامن همین مسابقه را فراختر کنید که مثلا دانشگاه و دانشکده های دیگر منطقه ها را هم جلب کنید، یک فینال جمهوریوی کنید به قوله؟ البته نقشه هست، همه ساله ما این نقشه رو در بر میگیریم. در حالتی که موسم گویم در آخر ماه مای به جنبش میرسد، بسیار دانشجویان با تعطیل استراحتی میروند، کمتر مشکل است و این سال هم نقشه هست که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر همین جمهوریوی شهر گذرانیم. کوشش میکنیم، امید داریم که همین اقدام رو تصمیم رو به انجام میرسونیم. خوب اینک بعد از چند لحظه بازی برای جای سیوم میانی دسته های دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان و دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان آغاز میگردد. میبینیم که مقامدار جای سیوم در این مسابقه کی میشود. تقدیر این بازی رو همگی یک گل زده بازیگران دسته دانشگاه مالیه و اقتصاد حل کرد. اگرچه هر دو دسته امکانات زیادی گلزنی داشتند. تلاش دسته دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان برای برابر کردن حساب ثمر نداد و مالیچیان با این غلبه مدال های برنجی مسابقه را صاحب شدند. فینال این مسابقه دسته دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان را که اینک بار دوم به این فینال راه میافت با دسته اکادمیای اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو برای هم آورد. البته برای دسته طبیبان آینده خیلی مهم بود که این جام را به دست آورند، زیرا طوری گفتیم سال پار آنها در فینال باخته بودند و صاحب جام دسته دانشگاه اگری شده بود. اکنون صحیفه تازه و امکانات نوبتی. اگر گویم که بازی اندکی تند بود گویا چیزی نگفتیم، زیرا در برخی موردها تنش‌ها بر درجه بلند اوج می‌گرفتند. سطح بازی از سطح بازی‌های سوپرلیگ تاجیکستان چندان ماندنی نداشت، زیرا بازیگران هر دو دسته در هر وجب میدان مقاومت سخت و سنگین نشان می‌دادند. باید گفت از روی مقررات قسم‌های بازی نه 20 دقیقه تازه بلکه از 25 دقیقه بدون ایست عبارت بود. همچنین در صورت مساوی در حال ضربه‌های 6 متر زده می‌شد.
дар қисми дуюм шаклу услуби бозии дастаҳо анқариб тағйир наёфт. бозӣ ҳамоно тунд ва часпу талошҳо барои задани гол зиёдтар шуд. аммо ҳисоби бозии мусовӣ тағйир наёфт ва чемпион ахиран дар задани зарбаҳои 6 метра муайян шуд. биед якҷоя бубинем. بیاد بازی مشکل بده. کدام بازی از همه مشکل بود؟ بازی دانشگاه ملی کتی ما باخت بودیم. بیاد بازی مشکل بود. بچه‌ها از همه بازی مشکل کدام بازی بود؟ همه بازی فینال مشکلی بعد بود. ولی جالب گذشت البته در قسم دیگه بازی خوب گذشت و در سلسله ضربه‌های پنالتی وقتی ما اومد کرد و او شرافت شیرمرد دروازه‌بان ما پیروز شدیم. آکادمیا مبارکتان باشد. سلامت باشید. дар маросими ҷоизасупории нахуст ба беҳтаринҳо ҷоизаҳо супорда шуданд. унвони беҳтарин нишонзан ба бозингари дастаи академияи идоракунии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯз Ҷалолов насиб гашт. беҳтарин дарвозабони мусобиқа Баҳрулло Воҳидов аз дастаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дониста шуд. ҷоизаи беҳтарин бозингар бошад ба Абдуллоҳ Алвоҳид, бозингари арабтабори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон тақдим карда шуд.
به همین ترتیب دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان مقامدار جای سوم، دانشگاه دولتی طبی مقامدار جای دوم و اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چمپیون مسابقه دانشجویان گردیدند. Everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. خوشحالم همین چمپیوناتی که در بین دانشجویان برراه گذاشتند که ما جوانان در اول مقصد یکدیگر یک جای شویم، ما دوستی ما بین همدیگر در بین جوانان خیلی خوب می شود. خیلی خوشحالم از برگزار کنندگان همین چمپیونات. ما می‌خواهیم که هم خیلی بازی‌ها زیادتر شود، رفیقی و دوستی ما هم زیادتر شود. با دسته شما چی نرسید؟ من از سال دوم است که شما در فینال بازی رو متاسفانه بای می‌دهید. راستی گپ ما چقدر خوب و توانایی که داشتیم بازی کردیم. خیلی بازی است، باید یک کس چمپیون شود، یک کس پیروز شود. دسته غالب رو تبریک کرده؟ بله ما بازم مبارکباد میگیم در دانشگاه اداره کنی دولت تاجیکستان رو که با این چمپیون شویشان. میبینیم که خیلی بچه‌های فعال و فوتبال بازان خوب میبرند از همین مسابقه. آیا ممکن است از میان همین بچه‌ها متخصصان فوتبال ما بیایند و ببینند و برای خود کسی رو انتخاب کنند؟ البته ما مربیان چمپیونات سوپرلیگا رو گفته بودیم که آماده تماشا کنند همین بازی فینالی بین دسته دانشگاه طبی و اکادمی اداره کنی. یک خودش یک فینالی که از بازی‌های سوپرلیگا کمی نداشت و مربیان هم بعضی مربیان هم می اومدن تماشا میکردن، در خود نامنویس هم میکردن. وقت نشون میدهد کدام اینها رو ما در سوپرلیگای فوتبال تاجیکستان میبینیم. از فرصت هم استفاده برده غالبان رو نفرانی که جایزه گرفتند تبریک میگویم. علاقه دسته اکادمی اداره کنی، دانشگاه اکادمی اداره کنی سال دوم پای هم غالب این مسابقه شده است. در مجموع 3 بار غالب این مسابقه شده است که فکر میکنم بهترین جایزه برای آنها هم میباشد. دسته طبی که امسال بسیار دسته پرقوت کرده آمدن و بازی از ضربه‌های 6 متره جریمه‌ای گویم حل کننده شد و این حالت یا بخت به سویت میخواند یا نه. به همین خاطر غالبان بار دیگر تبریک میگویم. خب دوستان عزیز، اینک مسابقه فوتبال دانشجویان به انجام رسید و
برنامه فوتبال تاجیک تا جایی توانستیم برگزاری بازی برای جای سوم و فینال این بازی را برای شما نمایش بدهیم و چگونه که دیدید در زدن ضربه های 6 متره اخیراً دسته اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غالب این مسابقه شد و باید بگویم که اینک آنها مراتبه دوم پای هم غالب این مسابقه میگردند و متاسفانه برای دسته دانشگاه طبی تاجیکستان آنها مراتبه دوم در فینال موفق نمیشوند، اما پیروزی های همه این بچه ها البته در پیش است. برنامه فوتبال تاجیک در همینجا به انجام میرسد.